چطوری؟ آقا مسابقه امروز مسابقه فوتبال دستی. دو دسته که هیچ حرف من نمیشه کنم، تک دسته کسی هست بتونه من فوتبال دستی ببره یا نه؟ بریم واسه آقا 3 تا پارت 5 گل می‌زنیم. 3 تا 5 تا. اصلا میخوای یه قانون بذاریم. دست اول با دست راست، دست دوم با دست چپ، دست سوم دو دسته. خوبه؟ هر چی من دست راست. آره. دست راست. آقا میگم دست اول ببینیم. سخته اینجوری کن. چرا سخته؟ برو اول. چیزی نه تو فیفا، نه تو پیس، نه تو فوتبال دستی. بیا. آقا دست یه دست. بیا الان درخشی. بیا. نمیام. آقا داد. بیا. اصلا از کجا خوردی؟ دیواری بود، دیواری حساب نمی‌کنه. آره بابا دیگه یه دستی دیواری. برو. بیا خود. بیا. وای. خودم. 2 تا. این گل رو نگاه کن. دیدی؟ تو ما چش نمی‌کنی؟ نه ولی چی؟ پول مفت میگیرن. بیا الان اونجا. بزن. چند؟ 2-2. میخوای برو تو بزن. آقا نامرده. 3-2. آقا بگیرن بزن. دشمن میتونه از هر روشی واسه فریب تو دشمن نمیدی. ایزی. چهار تا همین کامبک میشه وای! این علاوه بر میز بیلیارد فوتبال دستی کاملا استاندارده. برخلاف برخلاف. برخلاف یه آمریکایی باید بخوریم. عمره چربش نکردم. چه گلی بودی؟ بر نمیدن داری یه تو کارت اولی که باید یک تو بنویس. کار سرها بدن این یک هم خب الان دو دستی بدیم چرا با چپت بده برو با چپ هم بدم راست چی تاریخی کرده بریم 1 2 3 نه اونجایی که همیشه با چپ هم نمیشه چپ همی دارم یکی من نه نمیشه دیدی؟ ساعت گونه گویی می‌کنی برو بریم بیا چند چند؟ یکی آه یکی بیا بیا وای درزه آخر آوردم میدید؟ فکر کنم کمک گرفت یکی دسته داری نه گل اول شاید بیا گفت تو ذاته آره بده تو بخوره زدی تو کوچ نه شما دیوونم
خب بزن. نظری رو دوباره نظری. یک دو سه. بزن. ای بابا بزن. شانس خوبی؟ بزن. سوسکی. داداش توپ در اومد. دو خب دو یا آبوشی میزنی بزن. آبوشی. فکر کردم اونا آدم آقا این قبول نیست. بسیاری نوکرتم. چند سه دو. این نامردی بود. بیا سه سه دو داریم یه بود نه گل طلاییه. بیا بزن. بابا از خودت خوردی. من همیشه از خود اجازه بده من لیگو اینا میسونم. حالا بیا تمام. خب بیا دست آخر هم دیدی دست آخر اگه بردی تو بردی. نبود پنگوله. تنجیبه بریم بریم. یک دو سه بزنید دیواری نه که خودت مستقیم راست میکنی توش. بزن بزن. خب بزن سه هیچی میبی نداره. بیا بیا. اینجوری بیا. بیا. بزن چقدر نامردی تو. چرا؟ یه موشت گلا داره فکر کنه جنگ شده آقا برش ما حامی حیوانات و حشرات رو نگاش کن. نشون میده یه توی نشون بده تو کدوم؟ نشون بده موچه زمین موچه‌ای بود نجات بشه. بیا. خب اینجا میزنه. صدا قابلما بده. ماستر تاریخ تاریخی بده. بیا تمام ببینم این پار تمام این کار تمام شد. خب چی؟ نه تک دست نه دو دست نه بیدست. بیدک شد بیدست هیچ کدوم حرف من کسی. آقا قرار بر پی اس که هیچ حریف هم نیست تو فوتبال دستی هم حرفی منو برد یه فوتبال دستی رو هم بشید. فیفا که باختی پی اس هم میباستیم هم شاید از پی اس هم باشم آقا من با دوربین خودم خداحافظ. آیا من با خودت خداحافظ. میریم پارت بعدی
یه پارت بیلیارد هم قراره بزنیم که باید 3 تا چوب بزنیم. یه سری اسکناس گذاشتیم اینجا که توپ رو هر کدوم وایسه برنده میشه. حالا اسکناس‌ها یه دونه 200,000 تومان داره که ضرب در 10 میشه، 100,000 تومان ضرب در 5 50,000 تومانه ضرب در 2 میشه. اون انرژیزام که اون وسط مارکش چیه برامون؟ کوینه که اینجا متأسفانه کوینو نداشتیم، به جاش انرژیزا چی کنیم؟ اینقدر بدمزه است، خودش یه مجازاته. گرم هست. آره گرم هم هست. 10,000 تومان، 5,000 تومان، اونم 1,000 تومان. اون ضرب در نمیشه. یعنی هر کی بیشترین جایزه همون که 200,000 تومان ضرب در 10 میشه، هولوش 2 تومان میشه. یعنی 2 تومان میشه دیگه. و میرسه به برنده. میرسه به برنده خوبه دیگه. یه روز بره 2 تومان از جیبش. حتی راجع به ترتیبش هم یه چیز بگم، چون میز شیب رو به پایین داره، میز متعارفی نیست، هر چی پایین تر بره سخت‌تر میشه، آسان‌تر میشه. واسه همین اینجا رو بیشتر گذاشتیم که خیلی سخت میشه توپ اینجا بزنه. بعد یه کاری کنیم، به نظر من چوب بزنیم بره بخوره. یعنی برگشتش حساب می‌کنیم. برگشتش. چه جا با دستم نمیشه اینجا کاش انقدر سخته این میز. اول تو می‌زنی یا من؟ پسند واسه سنگ و قیچی دوباره سنگ چرا دوباره؟ یکی تو یکی چرا دوباره؟ یکی چرا دوباره؟ خودش نگفت دوباره نه بی تو بزن من برنده هم تو بزن چرا میگم تو بزن؟ قلق برگشتش حسابه دیگه ببین دفعه آره دیگه من هر کدوم که بهتر شد دفعه اول اگه وایسی توی این مجازات اونجا نه اونقدر اونم یک 2 تومن میتونن وزت بکنن میره چیزا میره اون 1,000 تومن برای من بشه تو جبون داشتیم اون طرف. خب این 1,000 تومن یه چیز دیگه هم بهتون بگم اینجا 3 تا ضربه می‌ذاریم اون کدوم که بهترین بوده حساب می‌کنیم ضربه بهتر رو حساب می‌کنیم هزاری من پاک نشد شاید 3 تا هزاری بزنیم حداقل دیگه ضربه می‌ذاشتن حالا 30 تومن در بیاد نه دیگه بزنیم 2 تومن اوه بازم محکم شد نه اونم رفت 1000 نه خب میزه خیلی شیب داره میزی که خودت زحمتش کشیدی 5 تا خب الان بهترین ضربهش 5 تومنه برو بعدی من خواستم ضربه آخر رو بذارم روی چند تومن 2 تومن من بگم چجوری فکر نکن بیا میره نه میره این تا فکر کنم خب باشه فقط 500 تومن برنده شد باشه وای نستده میشه 500 تومن بردار برم میرم ساعتون شاید 2 تومن ضرر کنیم خب چرا من ضرر کنم؟ عجیب قرار عجیب اون بره دیگه همین الان 2 تومن انتقال میدی بگی نه بچه بگه خب بریم چجوری زده بودی؟ چجوری زدیم؟ الان میشه این که رفت میره فرق کن بازم بهتر است انرژیزار بخور آقا میدن ضربه اول من ضربه دوم تو بهتر از ضربه دوم من الان 503,000 تومان دارم خب الان بهترین شد 10 اوه چقدر بد بله یه شیب داره میره واسه خودش آقا بابا اصلا خشته هم هست نوازش رو ببینم 10 تومن میتونم چی 2 تومن میتونم ببرم آره در نظر من بخورم خب برم بدینه را روی شیرین برم یعنی چیه؟ صبر کن خدایی 2 تومن نه وسطشه آقا باستان وسطشه آقا وسطشه به این نزدیک‌تر آقا وسطشه برم تمام آقا وسطشه وسط یه خطکش بیار عزیزم آقا از توکمون حساب کن تو که از هر توکی حساب کنی خود می نگاه کن دیگه این نزدیک‌تره بهش الان نیست تو همه واضحه که من برنده باشم الان یه پارت فوتبال دستی زدیم که مهراب برنده شد یه از همین زدیم که من برنده شدم همراه با مانی
صبر اون یه پارت نبود و سه یه آوانسی میتونم بهت بدم. یه دست دیگه بزنیم. یه دست نه یه بازی دیگه یا حالا بیلیارد یا یه چیز دیگه میزنیم مجموعه اینو میدین به این دو تومن میدین کسی که حالا اون چی بزنیم؟ مورتال بزنیم. مورتال بزنیم. آرت کنم. آقا پارت بعدی رو می‌رسیم مورتال میزنیم. اونو برنده شد این دو تومن میدیم به اون. اینم آوانس من بده. آوانسیس خب سر سرتای چی آوانسی من برو چه آوانس میده اصلا برای شد کمبک بزنیم که تصمیم رسیم تکن بزنیم. چراش هم به خودم چراش برنده 2 میلیون تومان میشه. 2 میلیون تومان ولی خوبه دیگه 2 میلیون واسه یه سال اول سر همین 2 میلیون نبستیم. اینو سه تا دست میزنیم. دو دست بزنیم. الان دو دست بزنیم کی برنده؟ من آورد تو بازی. اینا که چیز کن. من بارها گفتم این جور بازی ترکیبی از هوش و قدرت که توش هوش نداره. برو سری خود. پانده کی میشه برداشت؟ با خورونه تکمون کیشه. دوست داری پانده؟ این کیه؟ شاهی بریم تکن ما از بچگی از موقع پلی‌استیشن 1 بازی می‌کردم چون نبود. خب بس وقتی تو فوتبال دستی از بچگی بازی می‌کردی. یه سال اینو اقراق کن. فوتبال دستی از کی یاد گرفتی؟ فوتبال دستی رو من با تو اصلا من تو رو با فوتبال دستی یاد گرفتم. حالا حواسم پرت چیزی میشه خشم دادی. دارم به طور مثل تیکن میزنیم خب بزنم توی خونه دیدار این خودش سران من با دارانده شد باید به دو اینو چجوری زدی؟ یکت هم یه دونه یکت قبلش دیدی؟ یه بانگاره میگه من تو دعوا بخورم ضربه رو میزنم اینو چجوری زدی خب؟ هم دوتا رو بذاری میزنم مثل یک کامبک داره یه دیگه خب یه خیلی میخوارم بزنی خیلی میخوری خیلی حس خوبیه ببین لنگر زدنش خیلی خوبه دوستم تا تو لنگر بزنم یه خوردنش تو دوست دارم آره کلش گرده نردم اونو ندارم وای همین حسابی یه بار؟ آره همون طاقت های پانداره کیف قرد داری من کشته این توش چیا دارم؟ چی داری؟ مطلع داری؟ نرم خیرسا بود ولیتان چی کار میدن؟ مثلا ولیتان خیرس میدن دیگه چرا هم میپرسی؟ نه چون تو خیرسی الان دیگه بودم دیگه خود واقعی شو میگه ولم کن وقتی که همه نه تو بکنم بکنم نه شاید همین که را پولیسش غلط من طرفدار دارم اونجا گوگلیه رو ببین زیدته آقا میدن زیدته دیگه پارت منطقی هستی به پارت نه قبلش میدارم وای نمیتونی من پاندا بابا من واسه اگه تو چلتی کرد اسباب بازی من چقدر خوبم خب این شخصیت واقعی منه پس روز برایتم چی کازه میدی تو با مرا دو من مگه نزدم
نمیده نه بکشی مثلا چرا؟ باید یه دونه زدم این اسباب بازی منی تو بای بای خب یه شوسه بزنم تو زدی آبو برنده بگولی برنده نمی نداره آه دورتوماین تو برنده شدی نمی نداره میخوایی یه دست دیگه بزن نه دیگه بس بسه آره این آمد اما میتونم میشه کباب بزن تو دهنم کباب قرار نبود دورتوماین خیلی بیشتر از یکم قشنگ میتونی بری یه بچگی مورتال بازی کردم کمبات بازی کردم خرسر هم بازی کردم بدبخت ضعیفی یعنی شبیه آدم ها شبیه نداره بابا چه میگوید خیلی کشا خب بچه این تموم شد تو منو مهراب برم میگوشم تمام